این آخرین عکسمه. شایدم آخرین روزهای تصمیمم. کی میدونه قراره چی پیش بیاد. من آرزوهامو بلند میگفتم و اینو هر روز تکرار میکردم. من هر روز از این که میومدم اینجا و نمیدونستم افتادو ببینم خیلی ناراحت بودم. آره ناراحت بودم. پس باید نقاب بر میداشتم و رها میکردم آنچه را که نبودم. تغییر سخته ولی من شروعش کردم. حتی اگر قرار بود گاهی پا روی قلبم بذارم. اما من رفتم تا از خودم یه ورژن جدید بسازم. من برگشتم و کنار مادر بودن خودم رو زندگی کردم و هر روز با خودم و شماها حرف زدم. به نظرم یه چیزای کوچیکی رو باید به زندگیمون اضافه کنیم دوباره یا برگرد. و این چیزی بود که نیاز داشتم. مادر جسوری بودن و این لبخند از حال خوب خودم.